کسی اگر دندانش درد بده، سرش درد میکنه، پایش درد میکنه، شکمش درد میکنه، پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم به عثمان ابن ابی العاص فرمود ضع یدک، دست خود بگذار به همون جایی که درد داره از جسد در کجا هست. این مجرب است. خیلی علما این عمل را انجام دادن و چند بار خود من میره انجام داد. بعد از خواندن همین چند کلمه پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم تعلیم داده اگر اخلاص و یقین باور باشه درد تسکین پیدا میکنه. تازه بگردونه اون مسلمانی را که سخن من شنید و او را حفظ کرد و به دیگران قسمی که حفظ کرده بود رسانید، قسمی که شنیده بود و حفظ کرده بود به دیگران رسانید. الله او را تازه بگردونه. دست خود را بگذار به جایی که درد داره. ثم قل ثلاثا بسم الله. 3 مرتبه بگو بسم الله بسم الله بسم الله. بعدش 7 مرتبه میگویید اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. 7 مرتبه این کلمه را تکرار میکنید. ان شاء الله که رب العزت و الجلال درد تو را تسکین میده. به نشر دین بخیل نباشه، به انتقال مسائل دین بخیل نباشه.